خیلی از آدما فکر میکنن باید یه سرمایه بزرگی داشته باشی تا بتونی کسب و کار خودتو راه بندازی، اما حقیقت اینه که میتونی با یه سرمایه خیلی کوچیک به اندازه حقوق یک ماه یک کارمند یا حتی بدون پول هم شروع کنی. اگه از این فرصت استفاده نکنی شاید یه عمر پشیمون بشی، اما اگه با این ایده شروع کنی خیلی زود میبینی که به درآمد میرسی. این ویدیو میتونه نقطه شروع تغییرات بزرگ تو باشه، پس تا آخر با من بمون و به خودت کمک کن تا بتونی خودتو از بیپولی نجات بدی. این ایده هم ساده است هم سودآور. من قراره مسیر رو قدم به قدم و شفاف برات توضیح بدم، طوری که بتونی همین امروز شروع کنی و به درآمد برسی. شاید همین ایده ساده شروع داستان موفقیت تو باشه. اول از همه باید یکی از مشکلات بقیه آدما رو بدونید. مثلا مشکل خیلی از ماها اینه که شب یلدا، روز مادر، روز پدر، ولنتاین، عید نوروز، تولدها، کلا روزهای خاص میان و ما سردرگم دنبال یه هدیه خاص و متفاوت میگردیم. هدیه هایی که یا گرونن و اصلا به صرفه نیستن یا تکرارین و بی احساسن. هر سال هم همین داستان تکرار میشه. میدونم که همتون با من موافقین. حالا که متوجه شدین خیلی ها این مشکلا دارن، بیاین و حلال مشکلاتشون باشین. خودتونم اینطوری به درآمد میرسین. پکیج های هدیه شخصی سازی شده که خاص و منحصر به فردن بهترین انتخابن. این پکیج ها رو بساز که هم قیمت مناسبی داره، هم خاصه و هم خاطره ساز. یکم که خلاقیت داشته باشی میتونی برای هر مناسبت یه ترکیب خاص طراحی کنی. هم بقیه رو خوشحال کردی، هم یک کسب و کار پرسود برای خودت داری. حالا میریم سراغ آموزش و اینکه بهتون بگم مرحله به مرحله چه کاری انجام بدین، چون بدون اطلاعات هیچ کاری رو نمیتونی شروع کنی، یا اگه شروع کردی مطمئن باش نتیجه‌ای نمیگیری. پس اگه تا آخر ویدیو با من باشی کاری رو یاد گرفتی که مطمئن باش خیلی میتونه به افزایش درآمدت کمک کنه. توی پیاده سازی این ایده 3 مرحله در پیش داری. اول محصولتو انتخاب میکنی، دوم یه بسته‌بندی خاص و شیک براش انجام میدی و سوم برای فروشش بازاریابی میکنی. من هر 3 این مراحل رو دقیق توضیح میدم که حین کار متوقف نشی. اول میریم سراغ این که بهتون آموزش بدم محصول مناسب برای فروشت رو چطور میتونی انتخاب کنی و چطور بفهمی چه چیزی برای فروش خوبه. در ابتدا باید علاقه و توانایی‌های خودت رو بشناسی، ببینی چی دوست داری بسازی، محصولی رو انتخاب کنی که بهش علاقه داری و از ساختنش لذت میبری. مثلا اگه عاشق شکلاتی، شکلات‌های دستساز درست کن. همین علاقه انگیزه کار رو بالا نگه می‌داره و یادگیری شما رو آسون می‌کنه. بعد از اون بازار رو بررسی کن. ببین چه چیزی پرفروش و پرطرف داره. سایت‌ها و پیج‌های فروش آنلاین رو بررسی کن تا ببینی چه محصولاتی خیلی طرفدار داره. مثلا در مناسبت‌های خاص، شمع‌های معطر، شکلات‌های دستساز، کارت‌های تبریک و خیلی چیزای دیگه همیشه خریدار دارن. توجه کن که شب یلدا، روز مادر، روز پدر، ولنتاین، عید نوروز، همه این مناسبت‌ها خیلی نزدیکن. پس بجنب. مرحله سوم تو انتخاب محصول اینه که هزینه‌ها و مواد اولیه رو در نظر بگیرین. اینکه چقدر سرمایه دارین. اول محصولی رو انتخاب کنین که مواد اولیه ارزون و در دسترسی دارن. مثلا شکلات سازی یه ابزار ساده و مواد اولیه معمولی نیاز داره. بعد از اون بیا و با یه محصول شروع کن. یه محصول ساده انتخاب کن تا ریسکت کمتر باشه، بتونی روی کیفیت و برندت تمرکز کنی. بعد که فروش بالا رفت محصولات بیشتری اضافه کن. این مراحل بهت کمک میکنه تا محصولی مناسب با علاقه و مهارتت انتخاب کنی، هزینه‌هات رو کنترل کنی و پرفروش‌ترین محصول رو پیدا کنی. بعد از پشت سر گذاشتن این مرحله‌ها و انتخاب محصول میریم سراغ بسته‌بندی خاص. توی بسته‌بندی محصول یه سری موارد داریم که باید بهشون توجه کنی تا محصولت عالی فروش بره. اول اینکه جنس بسته‌بندیت رو درست انتخاب کن. بسته‌بندی شما باید محکم و مقاوم باشه تا محصولتون آسیب نبینه. باید سازگار با محصولتون باشه. مثلا جعبه‌های مقوایی فانتزی برای شکلات و کوکی مناسبن. کیسه‌های پارچه‌ای برای صابون‌های دستساز مناسبن. پس دقت کن. مورد دوم اینه که بسته‌بندی شما باید طراحی ظاهری خاصی داشته باشه. ساده، شیک و متمایز باشه.
از رنگ‌های جذاب و شاد استفاده کنین که با محصولاتتون هماهنگ باشن. مثلا رنگ‌های گرم برای شکلات‌های خانگی و رنگ‌های طبیعی برای محصولات گیاهی خیلی مناسبن. از طرح‌های مینیمال یا گل‌های کوچیکی استفاده کنین که محصولتون رو چشم نواز می‌کنن. سومین مورد در مورد بسته‌بندی اضافه کردن جزئیات خاصه. حس خاص بودن رو منتقل کن. پیام‌های کوتاهی مثل با عشق ساخته شده یا مخصوص شماست روی پاکت بنویس. یه کارت کوچیک یا یه پیام شخصی داخل بسته ها بذار و برای بسته بندی از ربان و پاپیون استفاده کن. مورد چهارم در مورد بسته بندی اینه که این بسته بندی باید هویت برندت رو نشون بده. اینطوری برندت رو باید معرفی کنی. روی بسته بندی لوگوی مخصوص خودت رو چاپ کن و کارت‌های کوچیکی با آدرس اینستاگرام، تلگرام، واتساپ یا شماره‌های تماست رو توی بسته بذار. با یه یادداشت کوچیک حس قدردانی رو منتقل کن و از مشتری تشکر کن. مورد آخر در مورد بسته‌بندی اینه که بسته‌بندی شما باید اقتصادی و ساده باشه، زیبا اما کم هزینه. اگه سرمایه کمی داری، پاکت‌های ساده کرافت و چسب‌های طرحدار رو با هم ترکیب کن. از کیسه‌های پارچه‌ای دستدوز استفاده کن و از کاغذهای رنگی هم برای تزیینشون استفاده کن. میدونین چرا بسته‌بندی اینقدر مهمه؟ یه بسته‌بندی باعث میشه محصولت خاص‌تر و متمایزتر به نظر بیاد. ارزش هدیه تو رو بیشتر میکنه و خاطره‌ای به یاد موندنی برای مشتریات میسازه. اینطوری با یه هزینه کم میتونی یه بسته‌بندی شیک و خلاقانه بسازی که مشتریت رو شگفت زده کنه و اون مشتری رو به یه مشتری دائم تبدیل میکنه. قبل از اینکه مرحله آخر رو توی فروش پکیج‌های شخصی شده براتون توضیح بدم، ازت میخوام اگر تا اینجا برات مفید بوده، ویدیو رو لایک و کانال رو دنبال کنی و ما رو به دوستاتون معرفی کنی. چطور محصولت رو به دست مشتری برسونی؟ برای اینکه بتونی محصولت رو به فروش برسونی و کسب و کارت رو رشد بدی، نیاز به یه استراتژی بازاریابی مناسب داری. توی این مرحله مهمترین کار اینه که محصولت رو به مشتری درست معرفی کنی و اونها رو قانع کنی که خرید از تو تجربه خاص براشون میشه. پس در ادامه به بررسی نکات کلیدی در زمینه فروش و بازاریابی پرداخته میشه. قبل از هر چیزی باید مشتری هدفت رو بشناسی. چه افرادی از محصولت استفاده میکنن؟ آیا این محصول برای هدیه در مناسبت‌های خاصی که پیش رو داریم مثل ولنتاین، عید نوروز، روز پدر، روز مادر و یا هر مناسبتی که مد نظرتونه مناسبه؟ این شناخت مشتری به شما کمک میکنه که بتونی محصولت رو به شکل موثرتری بازاریابی کنی و برای شناخت بیشتر مخاطبت هم میتونی از ابزارهای آنلاین مثل اینستاگرام و تلگرام استفاده کنی. حتی میتونی ازشون نظرخواهی کنی تا نیازها و خواسته هاشون رو بهتر بشناسی. بعد از اون میتونی از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات استفاده کنی که بهترین ابزار برای تبلیغات رایگان و ارتباط مستقیم با مشتری هاست. توی اینستاگرام با استفاده از پست ها، استوری ها و تبلیغات پولی میتونی به راحتی محصولاتت رو معرفی کنی، یا حتی اگه بخواین سریعتر و موثرتر به نتیجه برسین میتونین از تبلیغات پولی در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنی. مثلا تبلیغات اینستاگرامی میتونه با تصاویر جذاب و عنوان‌های هیجان انگیز توجه مخاطبت رو جلب کنه، یا اینکه از بازاریابی دهان به دهان استفاده کنین، یعنی اینکه مشتری‌ها محصولات رو به دوستانشون معرفی کنن و برای اینکه این اتفاق بیفته میتونی به مشتری‌ها تشویق‌های ویژه‌ای بدی. مثلا برای مشتری که تبلیغ کرده یه تخفیف یا یه هدیه در نظر بگیر. برای اینکه مشتری‌ها رو جذب کنی و باعث بشی که محصولت سریعتر به فروش بره، میتونی در مناسبت‌های خاص مثل شب یلدا، روز مادر، روز پدر، ولنتاین یا عید نوروز پیشنهادهای ویژه ارائه بدی. یا اینکه میتونی برای خرید اول مشتری کد تخفیف ارائه بدی که باعث میشه هم مشتری جدید جذب کنی و هم فروش بیشتری داشته باشی. اما یادت باشه حمایت از مشتری بعد از خرید هم خیلی مهمه. حتما باید خدمات پس از فروش داشته باشی. باید حداقل پاسخگوی سریع به سوالات مشتری، گارانتی محصولات، ارسال سریع و تحویل به موقع داشته باشی و همه این موارد باعث میشه که مشتری احساس کنه خریدش از شما تجربه‌ای مثبت بوده و اعتماد بیشتری به شما پیدا کنه. پس توی این مرحله هم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات مؤثر و ارائه تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه میتونی به
راحتی محصولت رو به فروش برسونی و کسب و کارت رو به سرعت رشد بدی. حالا که میدونی چطور با یه ایده ساده میتونی کسب و کار خودت رو شروع کنی، دیگه وقتشه که تعلل رو کنار بذاری و اولین قدم رو برداری. موفقیت همیشه از جایی شروع میشه که تصمیم میگیری متفاوت عمل کنی. هیچ نیازی به سرمایه هم نداری و فقط کافیه ایدت رو باور کنی و عمل کنی. همین الان تقویم رو بردار و مناسبت‌های ویژه رو تیک بزن. هر محصولی که امروز در بازار میبینی یه روز فقط یه ایده ساده بوده که کسی جرأت کرده و اون رو واقعیش کرده. چرا اون شخص تو نباشی؟ شروع کن و اجازه نده ترس از شکست جلوت رو بگیره. موفقیت منتظر توئه.